دوست عزیزمون اشاره کرد به این موضوع که ما پنالتیامون رو زدیم. پنالتیاتون رو شما زمانی خواهیم زد که سرمربی داره به شما میگه. هر چی که سرمربی به شما میگه باید همون رو انجام بدین. نه اینکه سرمربی میگه آقا ایکس پنالتی بزنه، یکی دیگه از بازیکن‌ها بگه آقا نه نمیزنیم. پس همه شما موظف هستین اگه پنالتیاتون رو زدین پس خداحافظی کنین از تیم ملی. میدون به جوان‌ها بدین که جوان‌ها بیان کارو کنن. من مطمئنم که مردم هم همین رو راضی هستن. آیه مظلومی ببینید پوریا جان، خیلی حالا صحبت میکنن که جوانگرایی، الان جوانگرایی دیگه گذشت ازش. امیر قلعه‌نویی خب 3 سال تیم ملی در اختیارش بود. اگر می‌خواستیم جوانگرایی، الان هم بعضی آورده جوان، بعضی‌ها رو الان کوشکی و اینا رو هم آورده کنار تیم. باید ببین فوتبال ایران نتیجه گراست، چه تو باشگاهی چه حالا سطح ملی، همه دنبال نتیجه‌ان. هر مربی میذاری الان چرا تحت فشار قلعه‌نویی؟ بانوان بازی نکنن دیگه دوستان. آره دیگه، ببین اینه که به مربی باید فرصت بدیم بره جوانگرایی کنه. 3 سال فرصت بود میتونستیم جوانگرایی کنیم. الان ما اون یعنی شما الان خورده میگین از کارهای قلعه‌نویی تو این 3 سال جوانگرایی نکردن؟ باید اون کار انجام میشد. که الان کار به اینجا نرسید. الان به اینجا رسیده دیگه کاریش که خود بازیکن بخواد تصمیم بگیره پنالتی بزنه. من الان نمیدونم که بازیکن تصمیم گرفته، اونجا نبودم که صحبتایی که بوده حالا صحبتایی که الان انجام میشه اصلا بازیکن حقه. من از شناختی که آقای قلعه‌نویی دارم بالاخره من باهاشون با هم بودیم کار کردیم، فکر نمی کنم اجازه بده بازیکن تصمیم بگیره. بالاخره اون همه من اتفاقا که مشکلات رو بارها گفتم کنار آقای قلعه‌نویی خیلی شلوغه. هر کدوم اینا یه ایده ای دارن تو سرشون، هر کدوم اینا یه حرفی بزنن اصلا افکار آقای قلعه‌نویی، تمرکز قلعه‌نویی به هم میریزن. امیر قلعه‌نویی من به اعتقادم اینه خودش تصمیم گیرنده است. درسته، چون من بازی‌های آسیایی 97 2007 با هم بودیم. بله. من به تیم ب دستم بود. چه نتیجه‌ای هم گرفتی با تیم ب؟ غرب آسیا شد. اونجا من اومدم به عنوان مشاور کنار آقای قلعه‌نویی بودم کنار تیم. 1-2 تا بازیکن مشکلات ایجاد کردن، قشنگ کنار گشود. یعنی اون موقع تازه اول کارش بود. فکر نمی کنم اجازه بده به بازیکن یه همچین کاری بکنه. اگر هم کردن این اقتدار مربی رو میاره پایین که نباید. من الان خودم می‌کردم بازیکن اگر رونالدوی تیمت بود اصلا همچی بازیکن تو تیم جا نداره. هر کی میخواد باشه. بازیکن‌ها بودن در تمرین اومدن دو تا، من اسمشون رو نمیبرم. پرویز خان که یه باندی تشکیل دادم، پرویز خان مظلومی اومد و متوجه شد، هر دو تاشون رو کنار گذاشت. چقدر ما اومدیم پیش شما پرویز خان براشون گردون، شما دیگه گفتید نه هیچ. دیگه ارصد اون چیز کاری که من میتونه صد دستم بر بیاد. میخوام بگم اجازه نمیده بازیکن صحبت کنه. فکر نمی‌کنم آقای قلعه‌نویی هم این کارو بکنه. حالا من این که بازیکن نره پنالتی بزنه این جای سوال داره. یه پنالتی خودش تشخیص بده، خودش بازیکن دیگه رو بفرسته. حساس شما بازی قبل با پنالتی بردیم دیگه. بله. کی پنالتی زد؟ آقای طارمی پنالتی زد دیگه، گل شد دیگه. پنجمی هم آقای طارمی خودش میزد. جابجا کرده بودن دوستان خودشون دیگه. حالا چرا جابجا شد و گذاشتن جای سوال داره. شیشم برسه و نمیدونم اینا سوال داره. این قدم آقای محمدی رو نکوبیم. ایشون هم بالاخره رفت کار که بنده نکوبیم. آمادگی فکر کنم ذهنی اصلا نداشته بگیره پنالتی. ولی جالبه که تو صحبت‌هایی که میان طلبکارانه حرف میزنن با مردم. بعده این مردم شما رو کردن فوتبالیست، الان حمایت میشین، هر جا میرین 4 تا عکساتون میگیرن، 4 تا عکس میگیرن، تحویلتون میکنن. احترام بذارین، به خواسته مردم احترام بذاریم. حتما هم اینجوریه. من یه صحبتی همیشه با بازیکنام میکردم، آقا زمانی که بازی تمام میشه کنترل کن خودتو، فعلا صحبت نکن، چون بازیکن تحت فشار از هر لحاظ، روحی، روانی، نمیدونم خستگی، تحت فشار. میکروفون میاد جلوش، یه دفعه میبینیم مثلا یه بازی از دست من در رفت، یه بازی رو ما با استقلال با یه تیم نتیجه نگرفتیم، این میکروفون اومد جلو بچه‌ها، میگم با بازیکن‌ها دارم میگم ما گوشت نمیخوریم، جوجه نمیخوریم، نه با ما غذای خوب. ببین چهار تیم باخته صحبت از غذا داره میکنه. ببین چرا؟ چون دنبال یه بهانه‌ایه که میگم ما به این دلیل باختیم. الان هم همینه، ما دنبال بهانه نباشیم. ما اتفاقا اینقدر
من به عنوان یه مربی میگم که این یه هفته و 10 روزی در بازیکن‌ها در اختیار مربی تیم ملی باشن هیچ کار نمیتونه بکنه. دقیقاً همین. با افکارهای مختلف یه بازیکن رو جمع می‌کنیم میاریم که یه هفته می‌خوایم چی تاکتیک یادش بدیم. هیچ اتفاقی نمیفته. همون چیزایی که بازیکن‌ها دارن از نظر فنی از نظر فردی بیان پیاده میکنن. هیچ کاری نمیشه تو فیفا. الان در صورت ما 2 تا بازی کردیم، خب از نظر کار دفاعی خوب بودیم، گل نخوردیم. آره دفاعیمون خوب، ولی اون جلو که ما این همه بازیکن قوی داریم چرا گل نزدیم؟ بعد آقای قلنوی بیشتر کار کنه روی این موضوع. بله روی